با تشبث مقامات اجرایی حکومت دولتی شهر دوشنبه با مقصد رشد ساحه سیاحی، معرفی برند ملی و ترغیب ارزش‌های فرهنگی خطسیر سیاحی سیر مهرگان تشکیل کرده شد. من بسیار فخر میکنم، بسیار افتخار میکنم که امروز من در این جشنواره اشتراک کرده استادم. جشنواره که امروز ما گذرانده استادیم ایدی مهرگان است. ایدی مهرگان بسیار ایدی قدیمی است. تمام تاجیکان دنیا جشن میگیرند. در کجایی که تاجیکستانیان هستند جشن میگیرند. امروز من میبینم که در این میدان بسیار خارجیان هستند و خارجیان بسیار عنعنه‌های ما، رسم و آیین ما، عرف و عادت‌های ما را خیلی عزت و حرمت میکنند. بنابراین میخواهم که من هم در این جشنواره سهم گذاشته باشم. خطسیر سیاحی سیر مهرگان با جلب نمایندگان کورپوس دیپلماتی، دانشجویان خارجی مؤسسه‌های تحصیلاتی عالی حدودی شهر دوشنبه، مهمانان پایتخت، سیاحان خارجی، شرکت‌های سیاحی، اینچنین نمایندگان واسطه‌های اخباری عامه برگزار گردید. در جریان خطسیر راهبردان با زبان‌های تاجیکی، روسی و انگلیسی به اشتراکچیان دایر به امکانیت سیاحی شهر دوشنبه و ماهیت جشن مهرگان معلومات مفصل پیشنهاد کردند. اشتراکچیان با تاریخ و عنعنه‌های تجلیل جشن مهرگان، رمزهای فرهنگی و مردمی آن، دستاوردهای کشاورزان، هنرهای دستی ملی، موسیقی و رقص و سرودهای سنتی، اینچنین با فرهنگ مهمانداری تاجیکان شناس شدند. باید گفت که هدف از تشکیل خطسیر سیاحی رشد ساحه سیاحی، تشکل و معرفی برند ملی سیاحی، مارکتینگ و پیشبرد محصولات ساحه سیاحی، حفظ، انکشاف و استفاده از ذخیره‌های تاریخی و فرهنگی در دایره تجلیل جشن مهرگان ارزیابی گردید. لازم به یادآوری است که جشن‌های ملی بخصوص نوروز، صدک، تیرگان و مهرگان میتوانند برای معرفی تاریخ و فرهنگ، عرف و عادت، امکانیت‌های سیاحی کشور و جلب بیشتر سیاحان خارجی همچون برند ملی سیاحی خدمت نمایند.